اولین مرمی که به سینه‌ام اصابت کرد بدنم گرم شد. ولی درد نداشت. تا خواستم زارب را ببینم برق دومین مرمی به چشمم خورد و بار دیگر سینه‌ام گرم شد. مرمی های دیگر به همراهانم اصابت کرد و جمعه سیاه که در کنار من نشسته بود بیشتر آماج قرار گرفت. چند رگبار پی هم و سپس محو شدن تفنگ و زاره و موترشان در سراب جاده. اختیار موتر از دستم رفت. از جاده خارج شد و در شیارهای زمین سمت چپ از حرکت ایستاد. طنین صدای یاران به گوشم میپیچید. فریاد، واویلا، عامر جان، عامر جان. این صداها را در هم و بر هم میشنیدم. خیلی واضح نبود. دیگر توان نگهداری خود را نداشتم و سرم بر روی فرمان موتر آرام گرفت. آرام شدم. آرامش خود را می دانستم، اما ناآرامی دیگران را نمی دیدم. آنچه در این 33 سال بر من گذشته بود در برابر چشمانم تجسم می یافت و با ریتم آهنگین عبور می کرد. به برنامه‌های نیمه تمامم فکر کردم، با آمادگی ها برای رفتن به هرات. من از 1 سال قبل عظیمی فریدونفر را نزد ارباب غنی کچگل فرستاده بودم. او منتظر من است. قماندان اوبه تا عامر سید احمد در هرات، همه منتظر ایجاد یک شگفتی در تاریخ جهاد هرات بودند. اینها چی می شود؟ همینطور کارهای در حال انجام نیز از جلو چشمانم مانند یک فیلم سینمایی می گذشتند. گاهی بی خود و گاهی با خود می شدم. با خودم گفتم این بود زندگی؟ آیا این بود زندگی من؟ آیا زندگی من تمام شد؟ حواس پنجگانم را یکی پی دیگری از دست می دادم. برای آخرین بار توانستم فکر کنم که داستان زندگی من ناتمام ماند. آیا داستان زندگیم را کسی خواهد نوشت؟ نمیدانم. شاید. بله. نه. خواهد نوشت. یا نه. شفاهی روایت خواهند کرد. و یا هیچ. یا مثل خیلی ها فراموش می شود. نه، این گونه نباید باشد. کسی باید بنویسد. بله، کسی باید بنویسد، حتما بنویسد. اما اگر کسی می نویسد، دوست دارم خوب بنویسد. خیلی خوب و رنگین، و حالا که باید به رنگ سرخ بنویسد. بله، به رنگ سرخ. فقط سرخ. نه آبی و نه قهوه‌ای. اگر رنگ داستان زندگیم آبی باشد یعنی من آرام زیستم. اگر سبز باشد انگار زندگی پرنشاطی داشتم.
اگر قهوه‌ای نوشته شود به معنی آن است که زندگی مشقت باری داشتم. و اگر رنگ داستان زندگی من سرخ باشد خوب معلوم است که با افتخار زندگی کردم. با افتخار زندگی کردم یا با افتخار مردم. خب همین که با افتخار مرده باشم یعنی با افتخار زنده بودم. پس حالا شد. خب مرگ با افتخار چگونه است؟ یعنی مرگ مقدس یا مرگ آزاد؟ هر کدام که باشد آن مرگ با افتخار است. هر کدام که باشد فرقی ندارد. تنها فرقش با مرگ عادی این است که بر بستر نیست. مرگ مقدس مرگ با ایمان است. یعنی کشته شدن در راه خدا. یعنی کشته شدن برای آزادی. و مرگ در راه دین و میهن مرگ رهایی است. یعنی مرگی که به خاطر آزادی هم باشد. مقدس است. بله، هر دو مقدس است. هر دو با افتخار است. هر دو رنگین، هر دو سرخ. همینطور بار دیگر آنچه در این 33 سال بر من گذشته بود در برابر چشمانم گذشت و سپس بدون آن که خودم را تکانی بدهم از زمین بلند شدم و از زمین فاصله گرفتم. بالا رفتم تا جایی که دیگر همراهانم را ندیدم.